عزیز سلام علیکم. بسیار آدم‌ها فکر میکنن که همین باغ‌های کلون انگور رو با آبیاری قطرگی آب داده نمیشود و آبای بسیار استفاده میبرن و جویبار استفاده میبرن. من این انگورها رو ببینید، بهترین انگورهای جهانی است، باغ کلانترین است ببینید و با آب قطرگی آبیاری شده است. من بیخش ببینید دویم نم است، آب کم استفاده میشود، آب ثمرناک استفاده میشود، آب زیر زمین نمی رود، در بیخ ریشه با قدری در کاری می رود. تمام. من انگورها رو ببینید چه خیلی انگورهای بهترین شده ایستاده است. الکی انگورها آب گرفته ایستادن، خدا خواهد بعد از 20-25 روز این انگورها میپزند. دیدید چه خیلی باغ‌های بهترین. من از این باغ‌ها عبور کنید. بهترین نوع‌های انگورهای جهانی است. اینجا کشمش‌ها هست. دیدید آبیاری قطرگی رو من نم رو دیدید اینجا آب میچکد. هر یک متر باشد، هر یک 20 سانتی متر باشد، 20 سانتی متر، هر یک 20 سانتی متر در یک تا آب میچکد. اینجا از این شلنگ قطرگی من هم دیاران عزیز یاد گرفت باغ سازی رو. اما باغی بچه های ترسون زاده و فقط قطرگی، لیکن اینجا انگور رو در هر یک 2 متر شنوندگی 2 به 2.5 2 به 2.5 باشد، 2 به 3 باشد. اینتنسیوی شنوندن. اینتنسیوی با معناش زیچ است، بسیار شنوندن است. من انگور رو ببینید، انگورهای بهترین اینا کشمش هستن همشون. دوستان عزیز در پناه خدا باشد و کدام معقول باشد یک لایک مونید.